大家好，来，我们开始学习汉语。今天是第二课。سلام دانشجویان عزیز، درس دویوم زبان خیتایی را آغاز میکنیم. موضوع امروز درباره آوازها و جانشین‌های شخصی. در زبان خیتایی 4 آواز است که آنها را شنگدیاو مینامند. آوازها برای تلفظ استفاده میشود و مثل اودارینی که در زبان روسی است گوییم هم خطا نمیکنیم. آواز یکم یک خط راست گریزانتالی که در این حالت ما آواز را میکشیم، یعنی دراز میکنیم. آواز را کشیده میگیریم. آواز دویم خطچه به بالا و مثل که ما سوال داده ایستاده‌ایم. آواز سیوم اول خطچه به پایان و بعد به بالا. آواز را اول به پایان میبریم و بعد به بالا. آواز چهارم خطچه به پایان، یعنی آواز باید کوتاه باشد. موضوع دیگر جانشین‌های شخصی. جانشین‌های شخصی به دو قسم جدا می‌شوند: شکل تنها و شکل جمع. شکل تنها یعنی من، تو، وای یا که او. شخص یکم، شخص دوم و شخص سیوم. و من در زبان خیتایی وا خوانده می‌شود، تو نی خوانده می‌شود، تا وای او خوانده می‌شود. در زبان تاجیکی زن یا مرد نوابسته از جنس ما وای یا که او خطاب میکنیم. در زبان خیتایی هم همین خیلی است. آواز تغییر نمی‌یابد، یعنی ما مرد و زن را تا میگیم، اما هیروگلیف عوض میشود و مثل که در این هیروگلیف دیده ایستاده اید. هیروگلیف تای یکم مرد را خطاب میکنیم، تای دویم زن را خطاب میکنیم. برای باز هم فهم شدن یک چند مثال ها میاریم که فهم‌تر گردد. اینجا 我是学生 یعنی من دانشجو هستم. من هستم میباشم ترجمه میشود. 学生 دانشجو ترجمه میشود. مثال دوم نی ها. نی خود معنای سلام است. نی خود معنای شما یعنی تو. خوب اصلا ترجمه این می شود سلام. نی ها سلام. 你好美女，你好美女。 درباره شخص سیوم تا چونر تا یعنی وای او، چو رفتن، نر کجا، وای با کجا می رود. تا چونر وای با کجا می رود. تا چونر. و موضوع دیگر جنس‌های شخصی شکل جمع. در زبان تاجیکی شکل جمع ما، شما، آنها، یعنی بسیاری را در نظر داریم. در زبان خیتایی ما وامن خوانده می شود، شما نیمن، آنها تامن. و برای باز هم فهم شدن یک چند مثال ها میاریم. 我们去北京 ما به پکین می رویم.我们 ما چو رفتن. بیجینگ پکین پایتخت دولت چین. مثال دیگر با شما یعنی نیمن چونر
шумо ба куҷо меравад? Ниман яъне шумо. чуро медонем ки рафтан мешавад. нар яъне ба куҷо, шумо ба куҷо меравед? ва дар шахси сеюми ҷамъ таъман онҳо, яъне таъман хуиҷа онҳо ба хона бармегарданд. таъман онҳо хуй баргаштанд. ҷа хона, яъне таъман хуиҷа онҳо ба хона бармегарданд. барои боз ҳам ҷолиб шудан дар охир як видеоролики тарбиявиро низ мемонем. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.